خب دوستان خسته نباشین، عصرتون بخیر. یه آموزشی بود ما قبلا گذاشتیم توی ایران لرن گروهش، نت بلند کومودور مولتی سینگل. این نت بلند کومودوری که ما گذاشتیم در واقع توی صنایع اجرا شده و مرزبان نداده بودیم و خیلی از دوستان فکر میکنم مثلا توی مرزبان خیلی دشواری داره. من الان همه کارا رو انجام دادم روی 2 تا خارج، به یه ایران تانل کردم توی مرزبان و بدون هیچ مشکلی داره کار میکنه. تنها موردی هست که فقط توضیح میدم، دیگه انجام نمیدیم کاریو. کانالمونم لرن ایران 98، میتونید سابسکرایب کنید و دنبالمون کنید واسه موارد بیشتر، آموزش‌های بیشتر. حالا بریم واسه آموزش نت پلن روی مرزبان. نت پلن کومودور یکی از سرورها فنلند از هتسنر، یکیش هم آلمان از دیجیتال اوشنه. سرور ایرانمون هم از سرورهای خودمونه، روی رنج 85 کیفیت خوبی داره. بعد اولین کار ما چیکار میکنیم؟ میایم فایل نت پلن پوششو، همین local.txt رو باز میکنیم. یه خط اول، یعنی توی سرور اول این یک نیست، اینجوریه. اینو کپی میکنیم توی ایران و خارج اجرا میکنیم، یعنی آلمان و ایران اجرا میشه، توی آلمان و ایران اجرا میشه. اجرا که میشه این دوه، باید اینو ادیت کنم تا متوجه بشین چه خبره. اینم یک، اینم یک. خب توی آلمان و ایران این دستور 3 خط اول توی تکستمون رو، توی فایل تکستمون رو اجرا میکنیم. یعنی یا اول فاز پرید، من اینو یه لحظه جدا کنم معلوم شه چه خبره. ها اومد. توی آلمان و ایران هیستوری رو بزنیم. دقت کنید اولین چیزی که اجرا شده بعد از نود شدن روی سیستم اونجا نبود، اینجاست. اولین 3 خطی که اجرا شده همین 3 خطه، یعنی تانل 1. بعد اومدیم توی ایران همین دستور رو توی فایل tunnel.yamlمون پیست کردیم. توی فایل اول که توی ایرانه IP ایران اولی، IP خارج دومی، حتی خارج هم 65/134. توی خارج هم همینطور 134 185 همون 65 خارج ایران. تا اینجای کار مشکلی نداریم، همه چی رواله. IP6 هم همونه. از اینجا که تموم میشیم میایم توی مرزبان. توی مرزبان خارجمون رو قاعدتا فقط خارج، به ایران کاری نداریم. توی مرزبان خارجمون رو نود میکنیم، یعنی فنلاند و آلمان. این 2 تا نود شدن توی مرزبان من. اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم بعد اینکه نود کردیم توی ایران، که بعد بذارین فنلاندم بگم، توی فنلاند هم همین دستور رو وارد کردیم. چون سرور دوم بود تانل رو 2 کردیم و همینطور این تانل ها رو 2 کردیم. به هر چه تعداد تانل نیاز داشته باشید میتونید بیشترش کنید، مثلا 2 کنید، 3 کنید، 4 کنید، مهم نیست. خب ما یه 2 کردیم. الان من فکر کنم اینجا یه ایرادی دارم که قبل از اینکه شروع کنیم ببخشید اگه اشتباه نکنم این از هیستوری سرور خارجم چک کنم. 1. خب من اشتباهی که داشتم اینجا این بوده. دقت کنید جلوی تانل نوشته 01 باید 02 باشه، واسه همین مشکل خوردم تا سرورم وصل شد. مهم نبود واسش، ولی خب تا به ارتباط برقرار بشه یکم طول کشید تا بشناسه ایران خارجمون رو. من یه بار دیگه اپلای میکنم نت پلن رو، تموم میشه میره. الان به راحتی پینگ بگیریم
داره ایرانمون رو میبینه. درسته؟ تا اینجا کار هیچ مشکلی نداریم. جفت سرورهای خارجمون به ایران چیز شدن، با لوکال دیده شدن توی ایران. یعنی الان این واسه آلمانمونه، پینگ این آلمانمونه که داره میبینه 81 95 96 و پینگ این اولش 3 هم واسه فنلاندمونه که اینم داره میبینه و هیچ مشکلی هم به وجود نیومده. اینجا یک کار همه چی رواله دیگه، با سرور کاری نداریم، فقط میمونه این قسمت. ما آی پی های خارجمون یکیش اینه واسه فنلاند 2، یکیش هم اینه واسه آلمانمونه. خب بعد ما که اینجا اینو نوشتیم، توی ایرانمون یه دونه پنل علیرضا یا ثنایی ایکس یو آی نصب میکنیم، میایم یه دونه این باند کریت میکنیم، دکومودور رو انتخاب میکنیم و پورت رو میدیم بهش، پورت و تارگت آی پی. من اینجا واسه فنلاند هتسنرم یه دونه این باند اضافه کردم، سرور فین 2 1181 پورتش. پس اینجا میام نگاه میکنم 1181 آی پی کجاست؟ 3001 DB8 344 واسه فنلاندمه. آی پی ای هم بزنم، همون آی پی اینجا هست. تانل بای روی اینه و روی آلمانمون هم 2011 DB8 344 2.2 و پورتو 2 بار تکرار کردیم و فالوی دایرکت رو تیکش رو زدیم، آپدیتش هم حالا سیو کردیم، تموم شده رفته. میمونه اینور 2 تا این باند اضافه کردم، این باند دقت کنید، این باند اضافه کردم 18 یا 1181 1180 سیو کردم و توی هاست ستینگ اومدم چیکار کردم؟ اونا رو ادیت کردم. چه ادیتی؟ یه دونه جرمنی 2 یه دونه فنلاند 2 جفتش هم دقت کنید 15 درسته؟ بعد توی SNI بذارید، توی SNI نذارید. SNI هاست جفتش هم یه همون هد میره تو هد، تو جفتش هم همون SNI ها یا هایدری که استفاده میکنید واسه تانلتون رو میتونید بزنید و میایید یه دونه فقط آی پی ایرانتون رو میدیم بهش و اسم تانلی، اسم کانفیگی که میخواید به مشتری نشون داده بشه رو میدیم بهش. تموم میشه و میره. اپلای میزنید و میایید توی کانفیگتون تستش میکنید. مثال الان من همون کل گروه ها میخوام تست بگیرم، یا قطعی هم داشته باشم رفعش میکنم. من دونه دونه داره میگیره. تانل های جرمنی و فنلاند جفتش هم وصله. اینور همه کانفیگا بدون مشکل وصله و هیچ ایرادی نداره. اگر وصل نشدید یا دیدید ارتباط بین سرورها برقرار نمیشه توی نت پلن، با زدن نت پلن اپلای دیدید ارتباطی برقرار نشد، پینگی ندادن دوتا سرور خارج و ایران به هم دیگه، میایید این 3 خط رو توی سرور ایران و خارج جفتش هم اجرا میکنید، جفت سرورها رو هم ریبوت میکنید، تموم میشه میره. هیچ مشکلی دیگه نداره. مطمئن باشید کاملا سالم کار میکنه واسهتون. آموزش خاصی نداشت چون یه بار توی تلگرام آموزش دادیم، ویدیوش هست. من روی همین ریپلای میذارم، لینک یوتیوبشو میذارم واسهتون، شما میتونید استفاده کنید، لذت ببرید ازش. همین که وقتتون رو واسم گذاشتید. لینک و لایک و ساب یادتون نره. حالا 0 فعلا، ولی اولین ویدیو رو ان شاء الله قرار بذاریم امروز. قرار ویدیوهای بیشتری هم بذاریم توی این چند روز آینده. منتظر خبرهای خوبی از ما باشید. ممنون که همراه و همیار ما هستید.